خب سلام عرض میکنم خدمت همه دانشجویان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز دیگه در ادامه کلاسامون مجبور شدیم که کلاسمون رو به صورت مجازی ادامه بدیم. تو آخرین جلسه که به صورت حضوری با هم بودیم، اگر خاطرتون باشه، داشتیم در مورد یه سری مباحثی صحبت می‌کردیم که توش در مورد واحدها حرف می‌زدیم و دیدیم که واحدهای سیستم SI یا سیستم متریک از کجا اومده. 7 تا در حقیقت سیمبل اصلی داشتیم به عنوان مثلا کمیت‌های اصلیمون بودن و برای اینها هر کدوم دیدیم که واحدای استاندارد چیه، برای اینکه خب بالاخره همه بتونن با سیستما به صورت زبان مشترک و یکسان یه حسی داشته باشن از این مفاهیم. اینها تعریف شده بود. این دیدیم که این واحدها رو ما میتونیم بزرگترش کنیم، کوچیکترش کنیم و یه سری پسوند و پیشوندهایی رو اضافه بکنیم به سیستم و در حقیقت ما دیدیم که در حقیقت چجوری وقتی که بخوایم مثلا یه سری فرمولای دیگه ای که بر اساس اینها پای ریزی شدن رو بخوایم ما در حقیقت ما به قول معروف به دست بیاریم رو چجوری به دست بیاریم، یعنی به عنوان پایان. حالا فرمول های دیگه ای که مثلا فرض کن حجم رو مثال زدیم، حجم جز اون 7 تا کمیت نبود، ولی ما خوایم کمیت هایی رو بر اساس یه سری فرمول به دست بیاریم، بر اساس اینا دیدیم چه کارا باید بکنیم. اینا رو خب چون با هم دیگه دیدیم و بحث کردیم، دیگه حالا یه مرور سریع کردم و واحدی که باش سر و کار داریم ما تو شیمی محلول ها، چون تو شیمی عمومی قراره یه ذره با محلول ها سر و کار داشته باشیم و در حقیقت شیمی محلول ها رو بهتر بشناسیم. با خب واحد لیتر رو دیدیم چیه. لیتر رو میتونیم بهش یه مکعبی در نظر بگیریم که هر ضلعش 10 سانتی متر شده، هر 10 سانتی مترش قطعات 1 سانتی متر تقسیم شده. یک لیترمون رو در حقیقت میتونیم بگیم 1000 سانتی متر مکعبه. گفتم دیگه از لفظ سی استفاده نکنیم، به جاش میلی لیتر استفاده کنیم، میتونیم بگیم 1000 میلی لیتر. و یا اگه بخوایم با دسی بگیمش، 1 لیتر میتونه 1 دسیمتر مکعب باشه. و اومدیم بر اساس این چگالی رو دیدیم چجوری حساب میشه. بعد رفتیم سراغ واحد دما، با کلوین و سیلیسیوس و فارنهایت آشنا شدیم و مفهوم بعدی که خیلی هم می‌خوایم باهاش سر و کار داشته باشیم، اومدیم سراغ غلظت و در مورد غلظت صحبت کردیم با هم که ببینیم مفهوم اولیه غلظت چیه و در حقیقت دیدیم که هر وقت ما یک ماده‌ای رو توی حلال بخوایم حلش کنیم، بهش میگیم غلظت. بخوایم حالا این غلظت رو بخوایم کمی بیانش بکنیم، یه سری خب روش‌ها داره. می‌خوایم ببینیم که این غلظت که نشون دهنده اینه که چه مقدار از این ماده توی حلال حل میشه، چه شکلی بیانش کنیم، چه جوری تبدیلش کنیم به یه سری واحدها و به صورت کمی بیایم بیانش بکنیم. خب تا اینجا چیزایی بود که دفعه قبل بررسی کردیم. اولین روشی که باهاش میان غلظت رو بیان میکنن بهش میگن غلظت معمولی. غلظت معمولی چرا بهش میگن معمولی؟ به خاطر اینکه خیلی راحت حساب میشه و اکثر جاها خیلی راحت میان از این روش بیان غلظت استفاده میکنن برای غلظتشون. چرا حالا؟ چون نیازی به دونستن جرم مولکولی ماده ندارن. نیازی به حساب کردن مول ماده ندارن. خیلی راحت میان میگن چند گرم از اون ماده تو چه حجمی از محلول حل شده. پس ما مقدار ماده‌مون رو به گرم در لیتر محلول میایم حساب میکنیم، یعنی واحد اصلیمون گرم بر لیتره.
حالا این گرم بر لیتر رو میتونیم میکروگرم بر میلی لیتر بگیم و با اون پیشوندایی که ما دیده بودیم که میتونه غلظت رو، یعنی واحدا رو کم یا زیاد کنه، میکرو بود، نمیدونم پیکو بود، نمیدونم میلی بود، خب با اونا میتونیم کم و زیادش کنیم صورت رو. ولی واحد اصلیش که به عنوان واحد استانداردشه بر حسب گرم بر لیتره. ولی بسته به محلولمون که حالا ممکنه خیلی رقیق باشه یا خیلی غلیظ باشه، ما ممکنه که از پسوندای از ببخشید پیشوندای مختلفی برای کوچیکتر و بزرگتر کردن این گرم بر لیتر استفاده بکنیم. کاربردش چیه؟ یکی از کاربردهای این غلظت معمولی، وقتی که میخوایم درباره حلالیت مواد صحبت کنیم، دفعه قبل براتون گفتم مخصوصا تو صنایع داروسازی، تو صنایع غذایی، خیلی وقتا برای ما مهمه. حتی تو آزمایشگاه تشخیص طبی شما غلظت خیلی از موادی که توی خونتون وقتی میرین آزمایش خون میدید میبینید اینا بر اساس غلظت معمولی اومده بیان کرده و مخرجش معمولا هم به صورت دسیلیتر میان بیان میکنن اونجا. خب گفتم برای این میان خب از غلظت معمولی استفاده میکنن. تو صنعت داروسازی یه سری جدولایی هست، یه سری اشلایی هست که حالا تو این جدوله با هم میبینیم که نشون میده یه ماده چقدر حل میشه، چقدر حل نمیشه. اینا رو چون جلسه قبل با هم بحث کردیم دیگه ازش میگذرم. و این میزان حل شدن ماده ها گفتم بر اساس سری قوانینیه که ما اگه جدول تناوبی و مواد رو در نظر بگیریم، مواد از اون قوانین پیروی میکنن. حالا این جدول ها رو دفعه قبل بحث کردیم دیگه، اینجا باز بحث نمیکنم. شما اگر که میخواین تسلط داشته باشین به دانش شیمی، خیلی خوبه که اینها رو بتونین حفظش بکنین، ولی برای امتحانم من حفظ کردن این مطالب رو نمیخوام. جدولا باز به شکل‌های مختلف هست. من 2 مدلش رو اینجا آوردم. بچه‌ها اگر اینترنت رو برید سرچ بکنین ببینید از این جدولا که جدولای انحلال پذیریه و گایدلاین در حقیقت راهنمای حلالیت مواد هستش. هم تو کتابای هندبوک، کتابایی هستن که سری دیتاهای پایه و داده‌های پایه از مواد توی اونها جمع آوری شده. هم تو اونا هستش، هم تو سایت‌های مختلف ممکنه باش برخورد کنید. یا اگر در آینده انشالله سر کار رفتید، جاهای مختلف سر کار رفتید و تو آزمایشگاهی بودید که می‌خواستید حلالیت مواد رو چک کنید، ممکنه مثلا به صورت جدولایی تو آزمایشگاه زده باشنش به دیوار و بدونید که اینا برای چیه. خب پس کاربرد غلظت معمولی اصلش این بود که انحلال پذیری ماده ها رو به ما نشون بده. و مزیتش چی بود؟ مزیتش این بود که مستقل از جمع مولکولی ماده است. خیلی وقتا ما مثلا با پلیمرها کار میکنیم، پلیمرها درشت مولکولن، یا با ترکیبات پروتئینی کار میکنیم. ترکیبات پروتئینی باز ترکیبات زیستی درشت مولکول هستن. وقتی حالتهای پلیمر دارن، بخاطر پلیمری از چند اسید آمینن دیگه پروتئین ها، دی ان ای همینطور. از اینا وقتی میخوان محلول سازی بکنن توی آزمایشگاه ها، خب خیلی سخته بیان جمع مولکولی رو بدونن، جمع مولکولی رو بخوان حساب کنن یا خیلی عددهای بزرگی میشه. برای همین به راحتی میارن این غلظت‌های معمولی استفاده میکنن و مثلا میگه مثلا 1/100 میکروگرم از این پروتئین رو مثلا تو 10 میلی لیتر از آب حل کردن و به راحتی کارشون راه میفته. حالا برای ایشالا تو درسای تجزیه میبینیم که این غلظت ها چقدر برای ما مهمه. بعدن که میخوایم با اینها با روش های مختلف تعیین غلظت کنیم، این واحد غلظت معمولی خیلی جاها میتونه کار راه انداز باشه. خیلی خوب. حالا از این که بگذریم، ما بعضی وقتا لازم داریم که غلظتی که میسازیم اون مقدار مول ماده رو بدونیم، چون ماده من قراره بره تو واکنش استوکیومتری با یه ماده دیگه. وقتی قراره بره تو واکنش استوکیومتری با یه ماده دیگه، اون نسبت‌هایی که تو واکنش استوکیومتری مطرح میشه برام مهم میشه. برام مهمه که 1 مول از ماده با چند مول از ماده میخواد واکنش بده. خب واکنشمون هم که همیشه محیط خشک انجام نمیشه که، نیاز دارم به محیط محلول. پس ماده من باید توی محلولی محیطی حل بشه، تبدیل به
مولاریته بشه، تبدیل به یک روش بیان غلظتی بشه، بعد بیام اینا رو با هم دیگه مثلا قاطی کنم، روی هم بریزم تا مثلا یه مول مشخصی از اون ماده به عنوان محصول تولید بشه. پس دیگه غلظت معمولی اینجا به کارم نمیاد. غلظت معمولی دیگه اینکه چند گرم از این رو تو چند گرم از این بریزم به دردم نمیخوره. باید دقیقاً نسبت‌های مولی از ماده ها رو با هم دیگه ترکیب بکنم. پس نیاز به یه روش بیان غلظت جدید ایجاد شد به اسم مولاریته یا غلظت مولار. حالا تو مولاریته یا غلظت مولار چی به ما میگه؟ میاد تعداد مولهای ماده حل شده رو در حجم محلول حساب میکنه. خب ما تو غلظت معمولی چه کار میکردیم؟ می اومدیم ببینیم چند گرم از حل شونده داریم، تو حجم محلولمون در نظرش میگرفتیم. الان مخرج همون حجم محلوله، ولی صورتمون چیه؟ تعداد مولها یا مقدار مولهای ماده است. برای همین بهش میگن غلظت مولار یا مولاریته. خب مولاریته نمادش با سی ام نشونش میدن. ببین قرمز رنگ شده، یه سی بزرگ مینویسن، یه ام کوچولو اندیس میذارن. یه سری کتابای قدیمی ترم با ام بزرگ نمایشش میدادن، ولی ام بزرگ بیشتر به عنوان واحدش به کار میره، چون واحد مولاریته هم با ام بزرگ نشون میدن خیلی جاها. بهتره که اونو به عنوان نماد ننویسیمش، یعنی سی ام رو به عنوان نماد عادت کنی بنویسیم و ام بزرگ رو به عنوان واحدش بنویسیم. ولی تو در حقیقت اون آیین‌نامه ها و گایدلاین های جدیدی که آیوپاک داده درخواست کرده برای اینکه مفاهیم خیلی مشخص تر بیان بشه، گفته از این ام بزرگ سعی کنین استفاده نکنی، یعنی واحد مولاریته رو وقتی میخوایم بنویسین به صورت مول بر لیتر بنویسین، چیزی که اینجا خطا آخر نوشتم، یا نهایت میلی مول بر میلی لیتر، میکرومول بر مثلا میلی لیتر. خب اون پیشوند پسونده اشکال نداره، حالا بیاد کم بشه زیاد بشه، ولی یا مثلا بنویسیم مول نقطه لیتر به توان منهای یک. اینا خیلی تو مقالاتی که گاهی تحقیقاتی میکنن نگاه کنین، خیلی وقتا اصلا مول اسلش لیتر مینویسن، خیلی وقتا مول یه نقطه لیتر به توان منهای یک مینویسن. هر جا اینا رو دیدید بدونین که داره از مولاریته صحبت میکنه و این ماده مولاریتش قراره که توی واکنشی استفاده بشه که اونجا تعداد مولهای حل شونده برامون مهمه. خب حالا اگر من غلظت معمولیم یه مقدار گرم هستش دیگه، گرم بر یه حجمیه. خب اگر تقسیم کنم بر جرم مولی ماده حل شونده، در حقیقت غلظت مولار به وجود میاد. پس رابطه غلظت مولار با غلظت معمولی خیلی معمول ساده و راحته دیگه. وقتی گرمش رو تقسیم بر جرم مولکولیش کنید، حالا جرم مولی میگید یا جرم مولکولی میگید فرقی نمیکنه، در حقیقت غلظت مولارش به دست میاد. یعنی شما اگه گرم بر لیتر یه ماده ای رو داشته باشی، غلظت معمولیش داشته باشی، بیای بنویسی تقسیم کنی جرم مولکولی رو به اون گرمه، راحت غلظت مولیش هم داری. پس اینجا شرطش اینه که بالاخره ما جرم مولکولی مادهمون رو باید بدونیم. خب ما تو غلظت معمولی جرم مولکولی برام مهم نبود میدونستیمش یا نه، ولی اینجا حتما نیاز به جرم مولکولی داریم برای اینکه بتونیم غلظت مولار حساب. خب حالا یه واحد دیگه هم هست. ببین ما وقتی از مولاریته حرف میزدیم، خب مولاریته گفتم وقتی میخوام تو واکنش های استوکیومتری مواد رو با هم دیگه ترکیب کنن، مول ماده ها برای هم مهمه، ما حتما لازم داریم که بیایم مولاریته حساب کنیم، دیگه غلظت معمولی به دردمون نمیخوره. یه در حقیقت روش بیان دیگه غلظت هست به اسم مولالیته. یعنی مولا اگه نگاه کنین اون لرش رو می‌بینی قرمز کردم، مولالیته یا غلظت مولال. خب تو مولالیته یا غلظت مولال میاد تعداد مولهای ماده حل شونده رو در 1000 گرم حلال در نظر میگیره. خب
پس اینجا دیگه حجم حلال رو در نظر نمیگیره. اینجا تعداد مثل مولاریت است. مولاریت ما تعداد مولار در نظر میگرفتیم دیگه، ولی تو حجم محلولمون اینجا تعداد مول ها رو در نظر میگیریم، ولی تو گرم حلالمون، تو 1000 گرم حلال یا 1 کیلوگرم حلال. خیلی کتابا ممکن نوشته باشه 1 کیلوگرم حلال. خب چرا حالا این کار رو میکنیم؟ قبل از اینکه بگم چرا این کار میکنیم، نماد مولالیته رو با ام کوچولو نشونش میدم. واحدش به صورت چیه؟ خب درباره گرم حلال دارم صحبت میکنم. مول بر کیلوگرم، یعنی تعداد مول‌های ماده حل شونده که در 1 کیلوگرم حلال حل شده است. خب وقتی میگیم 1 مولال یعنی چی؟ 1 مول ماده تو 1 کیلو حل شده. خب حالا پس مول بر کیلوگرم باشه، میتونه میلی مول بر گرم هم باشه. خب میتونیم اینا رو باز کوچیک‌ترشون کنیم یا بزرگتر کنیم اون واحد اصلیه رو. حالا ببینیم چرا اصلا نیاز داریم به مولالیته و چه کاربردی داره این مولالیته یا غلظت مولال. خب مولاریته ما توش تعداد مول‌ها رو تو 1 لیتر محلول در نظر می گرفتیم. پس غلظتمون به نوعی به حجم محلول ربط داشت، وابسته بود به حجم محلول. تو مولالیته تعداد مول‌ها رو تو 1 کیلوگرم حلال در نظر میگیریم، یعنی به جرم حلال اینجا وابسته است. خب همه میدونیم دیگه حجم یکم بدقلقه، حجم وابسته است به دما. محلول من اگر گرم بشه یا اگر سرد بشه ممکنه که منبسط بشه یا منقبض بشه، یعنی با تغییر دما حجم محلول من ممکنه کم بشه یا زیاد بشه. خب همینجا مشکل مولالیته است. کم شدن حجم غلظتمو زیاد میکنه، زیاد شدن حجم غلظتمو بیشتر میکنه، رقیق تر میکنه. خب پس تغییرات حجم که ناشی از تغییرات دماست میتونه خطا ایجاد کنه تو اندازه‌گیری غلظت من. ولی تو مولالیته این اتفاق نمیفته. 1000 گرم حلالم، حالا حجمش هر چقدر بود، حجمش کم بشه زیاد بشه، جرمش که تغییر نمیکنه. انقباض انبساط روی جرمش تاثیر نمیذاره که. پس جرم با تغییرات دما وفادار به ما میمونه. خب پس مولالیته ما اگر بخوام بیان کنم بدون خطا میتونم غلظت رو بیان کنم. خب حالا کاربردش چیه؟ وقتی من میخوام کارایی انجام بدم که توش دما داره تغییر میکنه. خب شما تو شیمی فیزیکتون در آینده یه سری خواصی رو میخونین، یعنی وقتی دارین ترمودینامیک محلول ها رو بررسی میکنین. تو بخش ترمودینامیک محلول ها، ترمودینامیک یعنی چی؟ یعنی داریم اثر دما رو روی محلول هامون میخوایم بررسی کنیم، اتفاقات رو میخوایم بررسی کنیم، پدیده های فیزیکی رو میخوایم در اثر تغییرات دما روی محلولمون بررسی کنیم. خب یه سری خواص اونجا وجود داره به اسم خواص کلیگاتیو. خواص کلیگاتیو یعنی چی؟ یعنی یه محلول دارم، یه ذره‌ای به شکل حل شونده توش حل شده، میخوام ببینم این حلال وقتی خودش تنهاست یا وقتی یه ذره‌ای توش حل شده و به صورت محلول در اومده یه سری ویژگیاش چه تغییری میکنه. مثلا نقطه ذوبش، نقطه جوشش چه تغییری میکنه. مثلا اگه محلول داشته باشم یه ذره توش حل شه، ممکنه نقطه انجمادش کاهش پیدا کنه. خب مثل نمک دیدین میپاشن روی این یخ‌ها و اینا وقتی برفیه، روزای برفی، یا نقطه جوشش افزایش پیدا بکنه. خب پس توی وقتی بررسی هایی که ترمودینامیکی دارم انجام میدم دارم دما رو دقیقاً تغییر میدم. خب دما رو اگه تغییر بدم حجم محلولم هم به اثر انقباض انبساط تغییر میکنه. خب حالا که داره تغییر میکنه پس حجمم داره کم یا زیاد میشه. حالا که داره کم و زیاد میشه پس مولاریته من ثابت نمیمونه. پس اگر من میخوام بگم یه روابطی حالا تو شیم فیزیک دارین ربط بدم به غلظت، دیگه از مولاریته نمیتونم استفاده کنم. اونجاست که میام از
مولالیته یا غلظت مولال استفاده میکنه. خب امیدوارم که تونسته باشم مفهوم مولالیته و اهمیتش رو براتون بیان کرده باشم. خب یه مثال با هم ببینیم که شاید بهتر براتون جا بیفته. میگه 1 لیتر محلول 1/10 مولار کلرید سدیم رو در دمای 25 درجه سانتیگراد داره. حالا میام این محلول رو تا دمای 60 درجه گرمش میکنه. خب حجم محلول افزایش پیدا میکنه. مولاریته چه اتفاقی باید براش بیفته؟ مولاریته باید کاهش پیدا کنه چون حجمم زیاد شد دیگه. ولی مولهای ماده حل شده در 1000 گرم حلال یعنی مولالیتش ثابت میمونه. چرا؟ چون جرم حلالمون تغییر نکرده. برای همین پس بررسی خواص فیزیکی از جمله خواص کلگاتیو محلول‌ها میان از همین مولالیته استفاده میکنن. ولی تو شیمی تجزیه انشالله ترمای آینده میخونین باشون آشنا بیشتر میشین و وقتی که ما میخوایم محلول سازی انجام بدیم تو آزمایشگاه خب کار کردن با حجم محلول خب برامون راحت تره دیگه. چرا برامون راحت تره؟ چون راحت یه بالون ژوژه میاریم، بالون ژوژه نشاندار شده، دقیق اون نشانه رو میتونیم راحت مثلا مقطر یا هر حلالی که داریم اضافه کنیم، راحت به اون بالون ژوژه به حجم برسونیم و غلظت مولار به دست بیاریم. خب در حقیقت میتونیم بگیم ولی اگه بخوایم مولالیته حساب کنیم باید وزن کنیم حلالمون رو. خب وزن کردن مایعات هم خودتون میدونید دنگ و فنگای خاصی داره. حالا حلالمون هم مثلا اگه آب نباشه خب مشکلات خاص خودش رو داره. برای همین تو شیم تجزیه که ما حجم زیادی از محلول سازی داریم و اصلا کلا اونجا با محلول سازی میخوایم کار بکنیم حتما از مولاریته استفاده میکنیم. در حقیقت میشه میگیم مولاریته وابسته به ظرفه ولی مولالیته وابسته به ترازوه دیگه چون باید اونو وزنش کنیم. حالا چون این وابسته به ظرفه اون وابسته به ترازو کار کردن با بالون ژوژه خب راحت‌تر از کار کردن با ترازو دیگه. برای همینه که حالا خیلی جاها الان دیگه از مولاریته استفاده میکنه. خب من یه استوب بدم.